موسی آمشل باور، فردی که شاید کمتر کسی اسمش را بداند، اما نوادگانش بیش از 2 قرن است که دنیا را دگرگون کردند. با درود و احترام امروز با هم به یکی از مشهورترین و تاثیرگذارترین خاندان‌های یهودی تاریخ، یعنی خاندان روتشیلد به طور خلاصه می‌پردازیم. پس تا انتها با ما همراه باشید. بگذارید انتشار و کنترل پول یک کشور به دست من باشد. برای من اهمیتی ندارد که چه کسی قوانین را می‌نویسد. این جملات مایر آمشل، باور معروف به مایر آمشل روتشیلد، بنیانگذار خاندان روتشیلد، یهودی اشکنازی یا بهتر بگوییم یهودی خزری و متولد فرانکفورت آلمان سال 1744 میلادی است. مایر در 16 سالگی کارش را در بانکی که مالکش خانواده اوپنهایمر بود شروع کرد. حتما این اسم شما را یاد فیلم اوپنهایمر سازنده بمب اتم میاندازد. مایر آمشل صاحب 5 دختر و 5 پسر به نام‌های شونچه ژانت دختر، آمشل مایر پسر، سالومون مایر پسر، ناتان مایر پسر، ایزابلا دختر، بابت دختر، کارل مایر پسر، جولی دختر، هنریته دختر، جیمز پسر. مایر آمشل روتشیلد در 26 سالگی طرحی از اشراقیان بر پای کتاب تلمود تهیه می کند و برای سازماندهی این طرح را به آدام وایس هاووپت که یهودی یانوسی بوده می سپارد. آدام وایس هاووپت به محفل مخفی فراماسون ها نفوذ می کند و نظریه ایلومیناتی را آنجا حاکم می کند و لش‌های شرق اعظم را تشکیل می دهد. یکی از مهمترین اقدامات ایلومیناتی در پایان قرن 18 میلادی به ثمر رساندن انقلاب فرانسه بود. با تصویب قانون اساسی جدید فرانسه، کلیسای روم از گرفتن مالیات منع شده بود و حتی باید مالیات پرداخت می‌کرد و این به نفع بانداران یهودی بود. مایر در 47 سالگی با لابیگری جورج واشنگتن و الکساندر هامیلتون بانک مرکزی آمریکا را تأسیس می‌کند. در 5 سال اول دولت آمریکا 8,200,000 دلار از این بانک وام می‌گیرد و تورم تا 72% افزایش پیدا می‌کند. دستی که می‌دهد از جمله همان دستی است که می‌گیرد. پول پدر و مادر ندارد. سرمایه گذاران نه ارق ملی دارند و نه نجابت و آبرو می‌شناسند. تنها هدف آنان کسب سود است. این جملات ناپلئون بعد از تأسیس بانک فرانسه است. ناپلئون بناپارت متوجه می شود که فرانسه آزاد کشوری است که از قرض و بدهی آزاد باشد. سال 1812 پایان داستان بنیانگذار بزرگترین خاندان باندار دنیا. مایر در 68 سالگی از دنیا می رود و وصیت‌نامه‌ای برای فرزندانش به جا می گذارد. 1. تمام مسئولیت‌های مهم کسب و کار باید در اختیار اعضای خانواده باشد. 2. فقط مردان خانواده حق شرکت در کسب و کار خانوادگی را دارند. 3. اعضای خانواده باید با دخترعموهای خود ازدواج کنند تا آینده خانواده حفظ شود. 4. اموال و دارایی اعضای خانواده نباید شفاف باشد. 5. بزرگترین فرزند رئیس خانواده محسوب می شود. مایر آمشل روتشیلد اولین یهودی بود که توانست با تشکیل شبکه بانکی و نفوذ بین سیاستمداران دنیا و خاندانهای سلطنتی به یکی از قدرتمندترین خاندانهای دنیا تبدیل شود. از اینکه تا اینجا با ما همراه بودید سپاسگزاریم. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. تا درود دیگر، بدرود.